حیات زنهای دهات چه خیلی میگذرد؟ حیات زنهای دهات اول سحر خسته اساس از حول روی خانه و در تازه کردن فرزندای به کار گسیل کردن چای میکنن و مثال گسیل کرده بعد دوام میتین زندگی خانه کاری خانه زمین باشه کاری صحرا نباشد کاری خانه ما از سهر گودوشی میخیزیم گودوشی گومول میبینیم خمیرکنی نونپزی خوراکپزی بچه ها رو به کار روان میکنیم بچه ها خیلی کاری دولتی کاری استودنت خدمت بود کردن میان هم مشکلی همیه که بعضیش هدای کارخانه میشه ما حق مشکلی هم نیست ما زنای پیشینه میتونیم کار پیش میرویم میخزیم برافت چینی خونه با کار زمین و دهقانی ما پمیدور هم خمون میکنیم ما زراعت همین زمین خمون میکنیم با دست خمون میخریم ما مشکلی ما حق قشلاق داریم حقی کمتر همین کارمون چیز ترکه وای ترکه قین است اما مهنتمون و یا خمون میکنیم و زمین تریا حیات دهات خیلی اول با دست گندم میدادی علاوه خیلی چیز دهقانی هم با تکنیک تراکتور کار استفاده میبرن با تراکتور تکنیک هم استفاده بوده میشه اکثریت مردم ما مردهای ما همه بسیارش در مهاجرتن مثل همه کار بار حوض امی زندگی مشکلی ده همه در سر زنها هستن مثل هم کاری هم مردها رو کرده ایستادن هم کاری مثل وظیفه خودشون اجرا کرده ایستادن مثل بازاری میکنن کاری خونه را میکنن مثل جای شمادگی که کاری مردانه را هم کردگی هم. یک تا پسرم حاضر از خدمت حربی اومد یک هفته شد دیگر دو تا دیگرش مهاجرت مهنتی پسرا کلان شدن وقتی زنگیریشون مهاجرت مهنتی رفته کار میکنن مهنت میکنن میبیان زن میگیرن خودشون خیلی حوزی هستن جوانایی که مثال وای میکنن خاندارشون میکنن بسیارش تیار نیستن خیلی مثال بسیارش هستن ایهودش میروین تیار نشدگیش خیلی ما میکلین میکنیم خمون تیار میکنیم خیلی و یار باید یوشن کمبلیو یار بفهمیم و بسیارش نمیفهمن خشتمنو مثال کلانو نمیفهمن ما میفهمونیم میوره که آینده همیو بو نقص شوه هنر نونپزی را از کی آموختی؟ از خودم یاد گرفتم چون که من در زندگی آماده نبودم خستمان‌های یاد میتین اما کلا در شهر گاه نمیتشن بعد حد حولی نمیروم بسیار کار قشلق نمیکنن نان نمیبندن از شهر به دهات آیان دخترها کوشش کنن همه کار میشود خستمان‌های هم یاردم میکنن میخواد که زنها خیلی آسان شده که فقط همین کاری خانگی میکنن فقط مردکا کار دهقانی میکنن زنهای پیشتره به دست دوغ میکشیدن زنهای حاضره باشد به ماشینکا دوغ میکشن خیلی کارها آسان شده است در زندگی دهات لباسشویی هم به دست دیگه هیچ که نمیشود همه با ماشینکا میشوند خیلی مقصد همه که ما در دهات کارخانه یگان زواد فابریکه نداریم زواد فابریکه ما در دهات نیست مثل بیمارخانه و چه میدپونت و همه خیلی چیزها ما نداریم ما اینجا به دیگه جاها می رویم مشکلات ما همین است مثل اگر ما در دهات ما در ویمون با کارخانه داشته باشیم با مثل یگان جای کار باشد مشکلاتی با زنها با بیشتر میشد مثل زنهای خونشین با بیشتر میتوانند که در آنجا کار و فعالیت نمایند سیخ دوزندگی مقصد پزندگی میتواند رفع این مشکلی ها شود میتواند که ما اما ذخیره های از زمین های خود از میوه و درخت از حاصلی که ما در زمین های نزد حولگی خود مثال و یا حاصل میکنیم میتوانیم که آن را پیشکش مردم نماییم همی گندم هم کاری میگیریم با میفروشیم مثال موندگیش با اردی سفید میگیریم الدرش کده خودن میگیریم این نقصتره بود دوتا خوازی اور قیمت چیده خیلی که ما گندم رو میگیریم با الدرای میکنیم دهقانی خمون با شکر سوزن میشه و سردخانه ها هم باید باشند که مثال ما
اون میوه‌جات و مثال اون چیزایی که ما از زمین حاصل غون می‌داریم مثلا در سردخانه‌ها باشه آیا ویران نمی‌شوند؟ آفرین مادرهای ما که در شرایط پیشتر است طاقت کردن زندگی کردن. فقط به همه زنها گفتنی هستم که هیچ وقت رو افتاده نشوند، فقط به پیش